دوستان عزیزم سلام، من فرشادم. خیلیاتون که این ویدیو رو میبینید شاید منو بشناسید و براتون سوال باشه که چرا تو مجموعه‌ای که قبلا فعالیت میکردم فعالیت نمیکنم. بنا به دلایلی که الان میخوام یه کوتاه بهتون بگم، من از اون مجموعه جدا شدم و دلیلش هم فقط این بود که بخوام کسب و کار خودم رو راه بندازم و هیچ مشکل دیگه‌ای وجود نداشت. کسب و کار خودم رو انداختم. فعلا کانال یوتیوب ندارم، یعنی کانال رو دارم ولی خب فعالیتی توش ندارم. پیج اینستاگرام به اسم وکال ویپ براتون میذارمش اینجا که حالا اگه دوست داشتین پیج رو فالو بکنین. پیج تازه شروع کردم به کار، 2 تا ویدیو بیشتر نداره ولی خب فعالیتم خیلی بیشتر میشه. قرار کلی ویدیوهای آموزشی بذارم براتون. اونجا بیاید اگر سوالی، مشاوره‌ای برای خرید یا چیزی داشتین بهم بگید تا جایی که بتونم راهنماییتون میکنم. برای یه سری از دوستان سوال شده بود، گفتم اینجا بیام واضح بهتون بگم ولی خب وقت نمیشه. باید یه ویدیوی کامل مثلا یه 3-4 دقیقه‌ای بذارم و اونجا توضیح بدم. اینجا فقط خواستم بهتون بگم که بنده دیگه توی اون مجموعه فعالیتی ندارم. توی اینستاگرام هم حالا گفتم به تعداد نفراتی که اونجا بودن، اونجا اعلام کردم، اینجا هم اعلام کنم بنده دیگه هیچ فعالیتی توی اون مجموعه ندارم و جدا شدم. حدوداً 3 ماه 4 ماه 3 ماهه، یعنی کلا بعد عید 404 دیگه من کلا فعالیتم با این مجموعه قطع شده و اگر دوست داشته باشید خوشحال میشم. حالا چه هم اینجا هم تو کانال شخصی خودم که حالا فعالیتی هم نداشتم البته، هم توی پیج اینستاگرام هم کانال جدید یوتیوب خودم رو معرفی میکنم، اونجا در خدمتتون هستم. خیلی ممنون میشم اگر حمایت کنید دیگه. خیلی مخلصیم. خداحافظ.